شادترش کنم. اگه قول بدین دست بزنین، من اجازه گرفتم از اساتید یه چند تا شادترم براتون بخونم. البته مجاز ها، همین وریه. یه 5 تا بیاد بالاتر. ریتم بده ببینم دستا چطور میشه. یکم یا بالاتر، یکم یا بالاتر. حالا دست. عاشقم اومد دشت سر لیلا در قربونی طالبم اومد از بحر سودا لیلا در قربونی اومدم تا بشم شهر سرایم لیلا در قربونی شب دشمن کنم چون به فدایم لیلا در قربونی پشت در قربونی این چه در با کردنم این ز اقبال منم این ز اقبال منم لیلا در قربونی پشت در خب محلیه رو بخونیم. شیشش بگم شیشش دیگه باشیم. شما بیان و برنامه تنظیم کنید یا کنم برای صحنه خالی بشه. اگه کنم عزیزان این صحنه رو اینجوری خالی کنید. ممنونم بابت این انرژیتون و تبریک میگم بهتون بابت برگزاری این جشنواره زیبایی. دست به افتخار خودتون حضوری گرمتون بزنید. نشد پس حتما نگردید که براتون برنامه اجرا کنید این صدای دست رو بشنوید. یه بار دیگه لطفا ببخشید فقط من با بابا اومدم اینجا و الان تشریف کردم پیداش نمی‌کنم. به این جمعیت دومش کردم. صداش بابا شما صداش کن بابا نیست ستایی هم اومدیم ببخشید جا سر می‌سایی کنم. شما اگه کمک کنید گفتم بچه گم شدم اینجا بین این جمعیت. سبزلی پشتک زدی؟ بابا رفتی زیر زمین؟ سبزلی این چیه؟ این میدانه اولاغ باشه، میدانه یه نفری باشه، میدانه بابا این هواپیماست احمد. هواپیما میره بالا بدبخت. این رفت بالا اومد دیگه. آها من بالا رفتن شدم دیدم. آره قبول شدم اون برا. کجا؟ فرانسه. دور کلات آدامسه. جدی باشه لحظه. دروغ میگه. این دانشگاه ملاهرم راش دادن ما بریم فرانسه. چرا به روی منو میبری حالا باور میکنن؟ مشروط شده. چی؟ مشروط. من این همه سال دارم تلاش میکنم. باشه الان چی شد بالاخره؟ میگم قبول شدم برم اون ور آب بازیگری بخونم. خود میخوای بری اون ور آب. این ور آب چه شکلی میخوای بری آب؟ ببین اینجا کجای مملکت بری همچین انگوری داره خود به خدایی. خب باشه حالا انگور از اینجا میگیریم میبریم. میشه بخوریم اینو؟ بذار سر جاش دکور برنامه. چی دکوره؟ چی دکوره؟ انگورا. نه بابا اینا خوردنی. خب حالا گوش کن یه لحظه بله، به من. بله. ببین بابا اجازه نمیده منم اجازه نمیدم. تو چیکاره ای؟ من سیزا خانیشون زمین میکشم. آها جالب شد. بله. تو خونه ما چیکار میکنی؟ رهدار کی میشونه؟ من. سرپار کی میشونه؟ من. نهار کی میبره؟ بابا. کی کارا رو انجام میده؟ من حضورم چیه خانیشون؟ آها من سوالم همینه. تو خونه ما چیکار میکنی؟ حضور معنوی. آفرین همین حضور معنوی. تو با من فردا بیا خیلی سر اون ورا. کجا یعنی فرانسه؟ آره دیگه. خیلی کار ریخته سرم. تو چیکار داری؟ الان که مانیزانم. خب بعدش
بپوشید لباس کنه. آیا تو باقاش کار داری؟ چرا لباس ندارم اینا؟ کامیون خودش مدرش رو خاموشه بگردم. راحت باشید منم میام. کجا؟ یه لحظه با هم دیگه زد قدم. بگو. اوی! آهم. باش بریم. برو. ای چیه؟ چیه؟ مادر خانومم. خاک بر سرم چی بگیم حالا؟ بگو خواهر برادری. خب از من آخه بیشور مادر خانوم تو خواهر تو رو نمیشناسه بعد تو اصلا مگه خانوم داری؟ فکر کن که من با تو قهرم نیامده قهرم کردم. این همه اینا سپاره میکنم محبت داشته باشین. با هم حرفای دیشه بزنیم. بس کن فکر کن من با تو قهر کردم یعنی ما عروسی کردیم؟ بله نه فکر کن من با تو قهر کردم بیا منت من بگه آره جان خودت.